قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصحبة الصالحة یکی از آداب‌هایی که طالب العلم باید که این را رعایت بکند، این الصحبة الصالحة، این داشتن رفیق خوب، دوست خوب است. در حقیقت داشتن رفیق خوب و داشتن یک شخصی، یک آدمی، یک رفیق خوب و یک دوست خوب خیلی مهم است که او را سبب می شود برای ثباتش بر ایمان، که یکی از اسباب رفیق خوب و صالح داشتن، یکی از اسباب ثبات ماندن بر ایمان است و یکی از اسباب تقویت شدن ایمان است. و رفیق خوب و دوست خوب و دوست صالح بخصوص در زمان فتنه داشتنش خیلی مهم است، زیرا رفیق خوب و دوست صالح تو را دعوت میکند به ایمان، تو را دعوت میکند به عمل خوب، تو را دعوت میکند به کار خیر، تو را دعوت میکند به عبادت الله عزوجل، تو را دعوت میکند به آن کاری که الله عزوجل او را دوست می‌دارد. و رسول صلی الله علیه و سلم از اون راه و اون راه رسول صلی الله علیه و سلم است. و همچنین یکی از فایده های دوست صالح و دوست خوب این است که وقتی که از تو کوتاهی صورت میگیرد او تو را دعوت میکند و تو را از این عمل نادرست نهی میکند و آنچه که برای خودش دوست می‌دارد برای تو او را دوست می‌دارد و دست تو را در هنگام سختی ها میگیرد. از این خاطر داشتن دوست صالح خیلی مهمی است، بخصوص آن دوست صالح که در جاده و در راه طلب علم است. پس اولا من اسباب الثبات عن الایمان الصحبة الصالحة و هي في زمن الفتن الزم. یکی از اسباب ثابت قدمی بر ایمان، ثابت قدم شدن بر ایمان، این داشتن رفیق صالح است. و در هنگام زمان فتنه باز داشتن رفیق صالح لازم تر است، در سیما الصحبة الجادة فی طلب العلم، بخصوص اون رفیقی که در جاده طلب علم است. باز زیرا اگر اون رفیقی که در جاده طلب علم باشد باز مشکل است. اگر یک رفیق داشته باشی که تاجر باشد و اما تو در طلب علم هستی، بله خوب است، اما شاید بعضی وقتا او به طرف همون تجارتش بکشاند، یا که با مرور زمان شاید که به اون راهی که اون رفته شده است اون راه را انتخاب کنی از یک راهی که اولا بهتر است، شاید این را ترک بکنی. اما داشتن رفیقی خوب در جاده طلب علم، یعنی به این معنا که تو در طلب علم هستی، باز از همین طالب علما با همون طالب علمای دوستی میکنی، که با همون طالب علمای همراه میشوی که در مدرسه اونها تو را متوجه به آخرت میکنن و تو در راه طلب علم کمک میکنن و اگر تو ضعیف بشوی تو تشویق میکنن، اگر تو متوجه به سوی دنیا بشوی و تمایل به سوی دنیا اگر پیدا بکنی او دست تو را میگیرد، اگر ضعیفی بکنی و سستی از تو صورت بگیرد او تو را آگاه میکند و تو را تشویق میکند و تو را از تنبلی بیدار میکند و تو را میخواهد که تو هم پیش قدم باشی و پیشرفت بکنی و در این راه مستحکم باشی. به هر حال وقتی که از تو هر سستی و ضعیفی از تو صورت میگیرد او تو را در این جاده در این راه دعوت میکند و دست تو را میگیرد و میگد که برادر عزیز الان ما در یک زمان قرار داریم که باید طلب علم بکنیم، زیرا بسیاری از مردم ها در جهل قرار دارند، در کفریات، در شرکیات، در منکرات هستند. از یک طرف دشمنان اسلام مردم را به سوی بدینی، الحاد و کمونیستی و لایکی بدینی مردم دعوت کرده شدند. از یک طرف حزبیا و گروه ها و جماعت های باطل مردم به سوی باطل دعوت کرده شدند. پس این راهی که ما انتخاب کرده هستیم
ما تعدادمون خیلی کم است، ما زیاد نیستیم. بسیاری انسان ها در بازارن، بسیاری انسان ها در تجارتن، بسیاری از انسان ها در کارهای دنیا هستند، اما این راه عددش خیلی کم است. این راه حاملان شریعت، اون حمل کننده های شریعت، حمل کننده های رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی قلیل هستند، کم هستند. این راه انبیا است. میبینی که رفیق صالح، دوست خوب دستت را میگیرد، این گونه را بیدار میکند و تو را میگه که الان تو خسته شده ای. از چی خسته شده ای؟ از یاد گرفتن گفته الله و رسول؟ از چی خسته شده ای که او تو را به الله عز و جل نزدیک میکند، که در حالی که الله عز و جل مالک آسمان ها و زمین است، تو را همین مال دنیا به طرف خودش جلب کرده است، همین زیبایی دنیا و همین مال تاجرها و همین دارایی تاجرها و همون جوانهایی که امروز دنیا و زینت دنیا اونها را فریب کرده است و در دستشان و در اختیارشان یک مقدار پول که هست، در تگ پاشان ماشین و افتخار میکنن و فخر میکنن. آیا تو فکر میکنی که اون چیزی که در دست اونها هست اون اولا و بهتر است از آن چیزی که و از آن راهی که تو را انتخاب کرده هستی؟ ببینی که رفیق خوب تو در این جاده تشویق میکند و تو را آگاه میکند که اتقی الله، ای رفیقم، ای دوستم، از الله عز و جل بترس. راهی که تو انتخاب کردی راه انبیا است. آیا مگر نمیدونی که برای طالب العلم هر آنچه که در آسمان ها و زمین است و هر آنچه که در بحرها است برای طالب العلم استغفار میکند؟ آیا مگر نمیدونی که برای طالب العلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریق الجنه. طریق جنت، یکی از آسان‌ترین راه جنت این طلب علم است. آیا مگر تو را متوجه نمیشوی؟ رفیق خوب و رفیق صالح دوستش را این گونه دعوت میکند که مگر آیا تو نمیدونی که طالب العلم، کسی که طلب علم میکند، پیش الله عز و جل خیلی قدر و منزلت دارد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان پیامبرند. مگر آیا متوجه نمیشوی؟ میبینی که رفیق خوب تو دعوت میکند به طرف چی؟ به طرف طلب علم، تشویق میکند، ترغیب میکند. بالاخره از تنبلی، از آن وسوسه شیطان یا که شیطان الانس تو وسوسه میکنن، در گوشات هر چیز میخوانند که ببین که اون فلان رفیقم و فلان دوستم یا که فلان شناسم ماشین گرفتگی است، پولدار شدگی است، تاجر شدگی است و بهترین لباس ها را میپوشد و بهترین طعام ها را میخورد. میبینی که رفیق بد، دوستی بد تا در همون داخل مدرسه به این چیزها دعوت میکنه. اما باید که یک طالب علم این متوجه باشد که و باید فرق بکند که یک دوست صالح داره که ترا تشویق و ترغیب میکنه در طلب علم در مدرسه، و یکی باز افراد و اشخاصی هستند که لباس طالب علم ها را پوشیدگی هستند و مجبوری آمدگی خواندنی آمدگی هستند و اینها خودشان هم درس هم نمیخونند و اما باز دیگرها را از جاده حق به حرفهاشان، به اعتراضهاشان، به شکایتهاشان و به سخنهایشان آیسته آیسته تر از طلب علم باز می‌دارند و تر از طلب علم دور میکنند. پس هر وقتی که همچنین صفات‌های افتی از هر کسی که ضعیف در طلب علم است، سست است، نمیخواند و شوق ندارد، پس بر حذر باش از این گونه انسان، زیرا همنشینی با این نفر تر تحصیل میکند. و اما استطاعت داری او را دعوت بکن، یعنی او را تنها نگذار، زیرا به سبب حرفت اگر این نفر در راه طلب علم قوی بشود و درس بخواند، بدون شک تمام عملی که انجام میدهد اولا اجرش را تو میگیری. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، رواه احمد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که شخص با همراه دین دوستش است. یک انسان، یک شخص بر دین رفیقش است، بر دین دوستش است. فلینظر احدکم من یخالل، پس باید نظر بکند و نگاه بکند یک از شما که با چی کسی دوستی میکند. یعنی شخص بر دین دوستش است، بر دین رفیقش است، پس باید نظر بکند یک از شما که با چی کسی دوستی میکند. اگر اون دوستت به هر دین باشد، به هر فکر باشد، پس بدون که تو بر همون دینی دوستت هستی. پس نگاه بکن دوستای تو کی است. بله، حتی این رفیق اگر بد باشد
روز قیامت حسرت چه میکشی که چرا من با این انسان بد من دوستی کردم و این انسان بد من دوست گرفتم، من را از جاده حق از راه درست مرا ای باز داشته. روزش نشود که باز ای را بگویی. چنانکه که الله عز و جل میفرماید که اون شخصی که روز قیامت پشیمان میشود و چی میگوید؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی را من خلیل و دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، به تحقیق من را گمراه کرد، مرا از قرآن از راه حق من را گمراه کرد. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از اینکه حق به نزد من آمدک، این قرآن به نزد من آمدک، این حجت به نزد من آمدک، این راه صحیح و درست نزد من آمدک، من این را شناختم دیدم، من را گمراه کرد از این جاده حق، از این راه حق، این دوست من را گمراه کرد. از این خاطر انسان نشود که روز قیامت حسرت بکشد که کاش که من فلانی را دوست نمیگرفتم. پس باید که انسان رفیق و دوستی صالح داشته باشد. لا غنى لأحد عن صحبة الصالحة، فالله أخبر بأن للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبا فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هیچ احد از داشتن رفیق صالح بی نیاز نیست. همه انسان ها احتیاج به رفیق صالح و به دوست خوب احتیاجمند هستند. هیچ کسی نمیتونه که من بی نیاز هستم. هست کسی که باید که من هیچ رفیق دوستی ندارم و بی نیاز هستم بگد من؟ نه، امکان ندارد. اگر رفیق خوب نداشته باشه حتما رفیقات بد هستند. اگر رفیق خوب نداشته باشه حتما رفیقات بد هستند. از این خاطر هیچ احد به نیاز نیست از داشتن رفیق صالح. چگونه ای که الله عز و جل خبر دادن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان گفتن که اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، زمانی که گفتک برای صاحبش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای صاحبش گفتن لا تحزن ان الله معنا. صاحبش که بودن ابوبکر صدیق، وقتی که در غار بودن مشرکین، وقتی که اونها را سر کردن و دنبال کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غار ثور 3 روز با همراه ابوبکر صدیق پنهان شدند. اینجا بود که مشرکین از ابوبکر صدیق و از پیامبر کافتکاب میکردن، حتی پول گذاشته بودن که هر کسی که همین 2 نفر پیدا بکند مثل که این موزه دشمنان اسلام اهل علم و علما و طالب علم را پول میگذارند که کسی اینا را پیدا بکنه و دست ما بدهد، این قدر پولش میدیم و اونها را در اینترپول میگذارند. همین طور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق هم از اون صدر اسلام هم به این در اینترپول دادن و دشمنان اسلام اونها کافتکاب کردن، این از اون صدر اسلام بوده. پول میگذارند که کسی همین 2 نفر پیدا بکنه جایش را، قدر پول 100 شتر براش. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اینجا بود که ابوبکر صدیق میترسید. از چی میترسید؟ که الان دشمنان میشناسن و میفهمن جای ما را پیدا میکنن. از جان خودش نمیترسید بلکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترس داشت که به پیامبر یگان آزار و اذیت نرسانند. این قدر رفیقی دوست خوب بودن. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون در هنگام هر سختی و تنگی الله عز و جل بندگان صادقش را تنها نمیگذارد، دست او را میگیرد و او را نجات میدهد و دشمنانش را کور میکند. زمانی که اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، زمانی که میگفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای صاحبش، برای دوستش، برای همسفرش، پس لا تحزن غمگین نباش، اندوهگین نباش، ان الله معنا، همان الله عز و جل با همراه ما هست. یعنی الله عز و جل ما و شما را کمک میکند. نترس، گرچه که دشمنان نزدیک هستند، گرچه که این فکر میاد که آن روز ما را میبینن و ما را میگیرن و ما را اذیت و آزار میدهند و ما را به قتل میرسانند. نه، ان الله معنا، ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین. الله با همراه متقیان است، با همراه محسنین است. یعنی الله عز و جل ما را میبیند، ما را میشنود و ما را کمک میکند. و این آیه رد بر روافض است که اونها فضیلت ابوبکر صدیق قائل نیستند. سوم، رفیق و دوست صالح ترا نفع و فایده میدهد ترا در تمام حالتها. الجلیس الصالح ينفعك في جميع الاحوال، لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك
الذي تنتفع برائحة المسك الذي معه أو تشتري منه المسك. بله رفیق صالح در تمام حالات را نفع و فایده میرساند. از این خاطر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشبیه دادند همین رفیق صالح را به مانند حمل کننده کسی که مسک یعنی مشک را که بوی خوشبو دارد به مانند همون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشبیهش کردند. همو حمل کننده مشکی که به او تنفع برائحة المسک فایده میگیری با همون بو کشیدنی یا که به همون بوی مشک نفع میگیری با بوی امین مسک که با همراهی همون شخص است. کسی که همون حمل کننده مشک است وقتی که با همون همراه شدی بدان که حتما بوی خوب تو میرسه. او تشتری منه المسک یا اینکه هیچ نباشد از اون مشک میخری، همون مسک همون خوشبویی که هست هیچ نباشد از اون میخری. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك و نافخ الکیر، مثال همنشینی صالح و همنشینی بد به مانند حمل کننده همون مشکی است یا همون و نافخ الکیر یا به همراه همون آهنگری است، به همراه همون آهنگر. بله این رفیق خوب و دوستی خوب و رفیق خوب بخوای نخواهی از اون نفع و فایده هست. بله و نافخ الکیر اما ان يحرق ثيابك و اما ان تجد ريحا خبيثة متفق علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که و اما همون آهنگر به مانندی پس جلیسی همنشینی بد به مانند همون آهنگر است. اما ان يحرق ثيابك یا قطعی آهنگر اگر یک جا شدی قطعی آهنگر یا لباست را میسوزاند و اما ان تجد ريحا خبيثة یا اینکه از او اگر احتیاط هم کنی لباس هم نسوزاند از او یک بدبویی بخوای نخواهی و تو میرسد و با لباسات میرسد. به هر حال ضررش هست. یعنی رفیق بد پیامبر اکرم صلی این مثال به خاطر این زدن که متوجه باشید که پس رفیق بد بخوای نخواهی گرچه بگو که نه من خدمت حفظ میکنم من اون طرو میکنم من این طرو میکنم بخوای نخواهی ضررش به تو میرسد. چگونه که یک شخص از آهنگر دوری بکند هم دوری بکند برای خاطر که لباس یا که یگان جاش نسوزد بخوای نخواهی همون بدبویش به تو میرسد و به تو ضرر میرساند. چهارم من منافع الصحبة الصالحة أن من جلس معهم لا يشقى فمن جلس في حلقة ذكر فيهم صالحون وهو مذنب غفر له ذنبه. بله یکی از فایده های داشتن دوستی خوب و رفیق خوب این است که هر کسی که اگر با همراه اونها نشستد بدبخت نمی شود. سبحان الله. پس هر کسی که اگر در یک حلقه ذکر نشست که در اون حلقه ذکر انسان های صالح هستند. در حلقه ذکر به این معنی که او حلقه ذکر صوفیانه که هو میکنن او در نظر ندارم حلقه ذکر حلقه نمیستی که شما نشستگی هستید می حلقه ذکر است. بله که در بین این که در میان این حلقه باشه که میاد میشینه در همین میان انسان های صالح در حالی که گناهکار است همین نشستن در همین جلسه انسان های صالح گناهاش بخشیده میشه. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان لله تبارک و تعالی ملائکه سیاره فضلا یتتبعون مجالس الذکر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که همون برای الله تبارک و تعالی ملائکه های سیاره است، ملائکه هایی که سیر کننده هستند. فضلا یعنی زیاد یعنی زیادی هستند، اضافی هستند، یعنی اون ملائکه هایی که موظف هستند بر حفظ انسان ها و حفظ یک مؤمن و یک کسانی که دیگر هستند و مانند اونها نیستند بلکه اینها خاص برای امین سیر هستند. اینها سیر میکنند و میگردند جلسه های ذکر حلقه های ذکر میبینند هم جمع نشینند. اینا وظیفه‌شون فقط همین است. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ان لله تبارک و تعالی ملائکه سیاره فضلا همون برای الله عز و جل برای الله تبارک و تعالی همون برای الله تبارک و تعالی ملائکه‌ای هستند سیاره که اونها سیر میکنند میگردند طواف میکنند در راهها در هر جا. فضلا یعنی که اضافی هستند. یتتبعون مجالس الذکر اینها دنبال میکنند فقط تنها مجالس های ذکر را. کارشون فقط همین است فقط تنها مجلس های ذکر اینها دنبال میکنند. فاذا وجدوا مجلسا فيه ذکر قعدوا معه. زمانی که اگر یافتند یک مجلسی که در اون مجلس ذکر است مجلس
یاد الله عز وجل است، قعدوا معهم، با همراهشون میشنن، و حف بعضهم بعضا، و حف بعضهم بعضا، و احاطه میکنن بعضیشان بعضی دیگر را، به اجنحتهم، با بالهایشان و پرهایشان، حتی یملؤ، تا اینکه پر میکنن امین جلسه و حلقه را، ما بینهم و بین السماء الدنیا، تا اینکه پر میکنن آنچه که حتی یملؤ، تا اینکه با همین پرهاشون پر میکنن و حلقه میکنن بعضیشون با بعضی دیگره، تا اینکه پر میشود آنچه که بین اونها هست و آنچه که بین آسمان های دنیا هست، همشون پر میکنن. فاذا تفرقوا عرجوا، و زمانی که امی بندگان الله عز وجل که حلقه کردن ذکر الله یاد الله میکردن، وقتی که اینها متفرق بشوند، پراکنده بشوند، بروند، عرجوا بصعد السماء، اینها بلند بشوند و طرف آسمان میروند. قال فيسألهم الله عز وجل وهو اعلم بهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که پس الله عز وجل سوال میکند همین ملائکه را که و هو اعلم بهم، در حالی که الله عز وجل داناتر است از این ملائکه و حال این بندگانی که حلقه ذکر کردن و یاد الله میکردن نشستن، از اینها داناتر است الله عز وجل. الله عز وجل از این ملائکه ها، از حال از ملائکه دیده که حلقه کردن ذکر الله میکردن، یاد الله میکردن، الله عز وجل از این ملائکه دیده آگاهتر است، عالمتر است، ولیکن بازم الله عز وجل میپرسد من اين جئتم، چگونه که الله عز وجل از همه عملهای ما و شما با خبر است، ولیکن در روز قیامت باز الله عز وجل از ما و شما میپرسد، در حالی که الله عز وجل از تمام کارهایی که ما کردیم الله با خبر است، ولی بازم الله عز وجل میپرسد. بله الله عز وجل میپرسد از ملائکه ها که من اين جئتم، از کجا آمدید؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسالونك. میگه ما اومدیم از نزد بندگانت که در روی زمین هستن که تو را تسبیح میکنن، تو را تکبیر میکنن، بزرگی تو را میگن، پاکی تو را بیان میکنن، و یحللونک، و لا اله الا الله میگن، تحلیل میکنن، و یحللونک که لا اله الا الله میگن، ذکر تو را میکنن، و یحمدونک، و حمد و ستایش و شکر تو را میگن، و یسالونک، و سوال میکنن. قال و ماذا يسالني، الله عز وجل میفرماد و ماذا يسالني، چه چیز من سوال میکنن؟ قالوا ملائکه میگن يسالونك جنتك، میگه یا الله اونها سوال میکنن و اونها جنتی تو را میخوان. قال و هل راوا جنتی، الله عز وجل میگه آیا جنتی من را دیدگی هستن که جنت میخوان از من؟ قالوا لا ای ربی، میگه نه ای پروردگار ما، اونها بندگان تو جنتی تو را دیدگی نیستن. قال فكيف لو راوا جنتی، الله عز وجل میفرماد که پس فكيف، پس چگونه میشود اگر اینها جنتی من را ببینن، یعنی این حال جنتی من را ندیده اند، جنتی من را سوال میکنن، جنتی من را در دعاهاشون میخوانند، پس چگونه میشود اینها وقتی که جنتی من را ببینن؟ بله قالوا و استاجرونک، ملائکه میگن که ای الله اونها از تو طلب پناه طلب میکنن. قال و ممن یستاجروننی، الله عز وجل میپرسد که از چی چیز طلب پناه از من میکنن؟ قالوا من نارک یا ربی، از آتش جهنم ای ربی ما، میگه ای ربی ما اونها بندگانت از آتش جهنم از تو طلب پناه میکنن. قال و هل راوا ناری، الله میفرماید است که آیا جهنمی من را دیدگی هستند، آتش جهنمی من را دیدگی هستند؟ قالوا لا. قال فكيف لو راوا ناری، بازم الله عز وجل میفرماید که پس چگونه میشود اگر جهنمی من را ببینن؟ قال و استغفرونک، بازم ملائکه میگن که از تو طلب استغفار میکنن. قال فيقول قد غفرت لهم، سبحان الله، ببین قال فيقول قد غفرت لهم، الله عز وجل فورا میگه که اونها را من بخشیدم، نمیگه که از چی طلب آمرزش میکنن، بلکه میگه اونها را من بخشیدم. این دولت بر عظمت رحمت الله عز وجل میکند و وسعت رحمت الله عز وجل میکند. فاعطيتهم ما سالوا، الله میگه که من اونها را هر آنچه که از من سوال میکن و دعاشون را میخوانند، از من طلب میکن، من اونها را دادم. و اجرتهم مما استجاروا، و اونها را من پناه دادم از آنچه که اونها طلب پناه میکردن، یعنی از آتش جهنم طلب پناه میکردن، پس میگه من اونها را پناه دادم. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، ملائکه میگن که پروردگار ما در میان اونها یک نفری هست، فلانی بنده هست که اون بسیار خطاکار است، در بینشون نشستگی است. انما مر فجلس معهم، فقط هم خیلی گذشته دید که همینا نشستن، ذکر الله و یاد الله کردن ایستادن، طلب علم کردن ایستادن و در حلقه علم نشستگی هستن.
و آمد همراهشان نشسته. پس ببین این دلالت بر عظمت جلسه ذکر، بخصوص اون جلسه که در اونجا تعلیم علم باشد. مثلا مثال حلقه‌ای که شما نشسته اید، بعضی وقتا یک مهمان میآید، البته بیشتری مردم نمیفهمند، میان در بیرون بنشینند، یکی میگه درس هست خلال ندهی، میگن داخل نمیشوند. مادامی که جلسه است، حلقه است، این درس خاص نیست، پس بیا بنشین و این فضیلت را کسب بکن که ملائکه است. ملائکه اینه که بدون که در اینجا ملائکه احاطه کردگی است و این خبر به پیش الله عز و جل برده میشود و تو از جمله این افراد قرار میگیری. از این خاطر ملائکه میگن که وقتی الله میگه من همه اونها را بخشیدم، چیزی که سوال میکردن اونها را دادم و اونها را من پناه دادم از اون چیزی که اونها طلب پناه میکردن، اینجا ملائکه میگن که ای پروردگار من، رب فیهم فلان عبد و خطا، در میان اونها یک بنده است بسیار خطاکار است، انما من رفع جلسه معهم، فقط تنها همین که مرور کرد گذشتک همراه همین انسان‌هایی که در این حلقه نشستن همراهشان نشستن، ولی بسیار خطاکار است. قال فیقول وله غفرت، الله عز و جل میگه که همون نفر هم بخشیدم. هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، الله میگه که اینها قومی هستند که بدبخت نمیشود کسی که با همراه اینها بنشیند. پس این دولت بر چی میکنند؟ دولت بر جلیس صالح و همنشینی صالح و فضیلت حلقات ذکر، بخصوص حلقات که در حلقات علم است. بله پنجم، این بدر من صاحبک صالح نفور فی اخلاقه فاصبر علیه، اگر پیش آمد و اگر سر زدک از همون رفیق صالح، از دوست خوبت، یک کاری که تو را نفرت میبینی، یک کاری که نفرت آمیز در اخلاقش، یک کاری که نفرت آمیز در اخلاقش و خوب نیست و او را کریه میدونی و این عمل را ناپسند میدونی، فاصبر علیه، پس تو باید صبر بکنی. با یک خطا دران نگو که تمام رفیقی ما تمام کنده شده، بلکه باید که دیدی که یک کوتاهی از او صورت میگیرد، یک بد اخلاقی از او صورت میگیرد، یک حرف میگد که ناراحت میشه، یک کار انجام میده که سبب ناراحتی تو میشود، پس تو صبر بکن. فمصلحت صحبته مقدمه علی بعض عیوبه، پس مصلحت همین رفیق خوب و دوستت مقدم است بنابر بعضی از عیبهاش. بله درست است که بعضی عیب دارد، بعضی خطایی کردگی هست، اما چون رفیق صالح است و دوستی صالح و خوب است، پس همین دوستی صالح بدن، دوستی خوب بدنش همین مقدم است بر بعضی از گناه و عیباش. از بعضی گناه و عیباش چیکار بکن؟ چشم بپوشان، از یک طریق، از یک راه او را متوجه بکن و به طور نگویی که اون راحت بشود و خطات را بفهمد. چون بعضی انسان ها هستن که همین فوراً که دوستش یک کار خطا کرد، تمام در پیشانیش چیکار میکند؟ یک پیچک میزند، یا اینکه اگر یک کار خطا کرد تمام دیگر در حال اون را یک حرف میگد، یک سخنش میگد، بعدن انسان ها از تو نفرت میکنند و از تو فرار میکنند و این معنای اینا ندارد که تو خطا و گناه او را نگویی، بلکه او را متوجه میکنی. حکمت همین است. نه بعضی حکمت خطا میفهمند، حکمت سکوتی در حق میدونن، نه حکمت در سکوت حق نیست. الله عز و جل میفرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، شما دعوت بکنید با موعظه حسنه، با حکمت. پس حکمت همین است که سخن را در جاش میگویی، سخن را در جاش میگویی. اگر رفیقت مرتکب خطا میشود، خصوصا در یک جایی که جمعیتی است، وقتی که تو در اون جمعیتی خطا و اشتباهات او را میگویی، تو بدون که خطا و اشتباهات او را نگفته ای، بلکه تو او را شرمنده کردی. چگونه که از امام شافعی رحمه الله ثابت است که میفرماید که اگر کسی خطای من را علنا و آشکارا گفته یا در یک جمعیت گفته، پس او من را رسوا کردگی است، و اما اگر من را در تنهایی گفته، پس او من را نصیحت کردگی است. بعضی وقتا از بعضی خطاها چشم پوشی بکن و ستر بکن، و اما این معنی را ندارد که تو او را امر بالمعروف و نهی از منکر نکنی. حالت را نگاه بکن، اگر واقعا اصلاح رفیقت را میخواهی، چون بعضی انسان ها اصلاح را نمیخواهند، فورا در روش میگد به خاطر نمیاکش بدهد، در روش بگد غضبش بیارد، به این خاطر میگد. اما انسان هایی هستند که واقعا اصلاح طرف را میخواهند، زمان ها را میگذرونند و وقت ها را میگذرونند و حالت ها را نگاه میکنند، کوشش میکنند که به یک طریقه بگن که طرف مقابل درست بفهمد و از همه مهمش به این چیز عمل بکند، نه اینکه فقط تنها یک گفتن باشه. بعضی انسان میگه من یک بگوش تمام جهنم قبول میکنه یا نمیکنه. نه اینطور نیست.
چون هدف از گفتن عمل کردن همین شخص است. پیش از اقامه حجت هدف از همه، هدف فقط تنها اقامه حجت نیست که من از کلام ساقط کردم تمام، بلکه هدف اساسی اصلاح است. اگر هدف فقط تنها همین گفتن و تمام توکلش به الله قبول کرد جهنم اگر این باشد، پس پیامبران یک دعوت میکردن، همین که اذیت آزارش میدن تر میکردن میرفتن، دیگر قومش دعوت نمیکردن. لیکن چون پیامبران از همه با حکمت ترین انسان ها بودن، از همه داعیای و دعوتگرانی با حکمت ترین انسان ها بودن که حالت را اونها چون میکردن نگاه میکردن و هدف از دعوت چون این عمل کردن مردم بودن، نه تنها فقط یک رساندن، علاوه از رساندن و از گردن ساقط کردن، بعد اینان نیت و هدفش همین شخص عمل بکند و بر بگردد، این باید باشد. پس مصلحت همنشین مقدم است بر بعضی از عیب‌ها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من ستر مسلما ستر الله یوم القیامه، الله کسی که اگر یک مؤمن را ستر بکند در روز قیامت الله عز و جل او را ستر میکند، گناهش را ستر. پس کی دوست می‌دارد که روز قیامت الله عز و جل گناهش را ستر کند؟ الله عز و جل فرمود که واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بله الله عز و جل می‌فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را امر میکند. الله عز و جل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را امر میکند که واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صبر بکن نفست را با همراه کسانی که صبر بکن نفست را با همراه کسانی که یدعون ربهم، اونها میخوانند پروردگارشون را هنگام صبح و هنگام شام، یریدون وجهه، اونها فقط تنها الله عز و جل را میخواهند، وجه الله را میخواهند، رضامندی الله را میخواهند، با همراه اونها صبر بکن. بله با انسان های صالح. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا، به خاطر همین دنیا چشمات را از اونها نکن، چشمات را از اونها نگیر به خاطر خواهش زینت حیات دنیا، بلکه با همراه اونها باش. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، و اطاعت نکن کسی را که ما قلب او را غافل قرار دادیم از ذکر ما، از انسان های بد چی باش؟ دور باش. واتبع هواه و کان امره فرطا، در حالی که این شخص اتباع و پیروی خودش کرده است، و کان امره فرطا، و این شخص امرش از حد گذشتگی است. یعنی این شخص پیامبر الله اطاعت نکن و همراه اینها نباش. چه کسی که مقلبش را از ذکرمان غافل کردیم. پس از این باید معلوم بشه که قلب‌های انسان‌ها را الله عز و جل غافل می‌کند، بسبب عملکرد خودشان وقتی اونها پند نگرفتن. و کسی که دنبال خواهشاتش هست اونها را اتباع نکن، پیروی نکن، از اونها دور باش، بله چون اینها هلاک میشوند به نزدیکی. چون اینها کسانی هستند که از اهل شقاوتند و کسانی هستند که اینها به زودی هلاک میشوند. از اینها پیروی نکن، بلکه از کسانی پیروی کن، با همراه کسانی باش که واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال ابن كثير رحمه الله فرمى أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. ابن كثير تفسیر ذکر میکرد که یعنی ای پیامبر بنشین با همراه کسانی که ذکر الله را میکنند و تهلیل الله را میکنند، لا الله میگن و حمد الله را میگن و تسبیح الله عز و جل را میکنند و تکبیر و بزرگی الله عز و جل را میگویند، با همراه اینها باش. الله عز و جل را سوال میکنند صبحگاهان و شامگاهان از بندگان الله عز و جل، با همراه اینها باش. برابر است که اینها چی فقیر باشند یا که انسان‌های غنی باشند، سرمایه‌دار باشند، پولدار باشند، یا قوی باشند یا ضعیف باشند، فرق نمیکنه، مادامی که پایبند ذکر الله هستند و عبادت الله عز و جل هستند، با همراه اینها باش. ولی ششم كل صداقة في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة إلا صداقة متقين. و تمام دوستهایی که در این دنیا هستند در روز قیامت اونها دشمن میشوند. تمام دوستهایی که برای دنیا هستند، تمام دوستها و رفیقایی که رفیقای دنیایی هستند، به خاطری که پول دارد،
به خاطری که آبرو دارد، به خاطری که عزت دارد، به خاطری که چون جرأت دارد، به خاطری که چون گپی از همه گپی پیش میزند، به خاطر همین دنیاگی وقتی که دوستی کردی، تمام این دوست ها روز قیامت دشمن میشه، مگر دوست های متقی، مگر همون دوست هایی که به خاطر الله بدن. فنفعها يمتد في الاخره، حتی نفع همین دوستی رفیقم حتی نفعش امتداد پیدا میکند در آخرت هم، حتی در آخرت هم در کار میشه، در آخرت هم حتی نفعش میرسه. چون که الله عز و جل میفرماد که الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء یعنی دوستا در روز قیامت هم بعضشان بر بعض دیگر عدو میشوند، دشمن میشوند، مگر متقین. مگر متقین، یعنی متقین عدو و دشمن نمیشوند. دیگه بقیه همه دوستایی که به خاطر دنیا و پول و ماشین و دنیا و وظیفه و جا و مقام مرتبه اینو بدن، همه این دوستای دنیایی چی میشوند؟ تمام میروند، دشمن میشوند. اما دوستی متقی در روز قیامت هم حتی نفس برات میرسد. هفتم، في ارض المحشر والشمس قدر ميل من الخلق وعد الله المتحابين في ذات الله بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بله، در روز محشر، اون روزی که آفتاب به اندازه 1 میل به بندگان الله عز و جل و مخلوقین نزدیک می شود. محشر قیامت، سختی قیامت. وعد الله المتحابین فی ذات الله، الله عز و جل وعده کرده است اون کسانی که به خاطر الله عز و جل پیمان محبت و دوستی به دیگر بستگی هستند، فقط تنها به خاطر الله. در روز قیامت الله همینها را وعده کرده است. او کسی که به خاطر الله دوستی میکنند، اونها در روز قیامت، در اون روز سختی، در زیر سایه الله عز و جل هستند. اون روزی که هیچ سایه نیست مگر سایه الله عز و جل. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اون 7 گروه از انسان ها هستند که در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل هستند، که یوم لا ظل الا ظله، که اون روزی است که هیچ سایه نیست مگر سایه الله عز و جل. بله، کما یلیق بجلاله. پس او 7 گروه چه کسانی هستند؟ الامام العادل، امام، پیشوای، پادشاه عادل، پادشاه عادلی که از مسلمان باشد، نه پادشاه کافر. و شاب نشأ فی عبادت ربه، دوم کسی که در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل است، جوانی هست که پرورش یافتگی هست در عبادت الله عز و جل. مثلا مثل شما جوانهایی که امروز در مسجد یا که مدرسه نشستگی هستید، از خردسالیتان آمدگی هستید یا که آوردگیتان هستند، طلب علم میکنید و همین خیلی در عبادت الله عز و جل پرورش یافته شدید، اگر صبر بکنید در روز قیامت از همون کسانی میشید که در زیر سایه الله عز و جل قرار میگیرید ان شاء الله. و رجل قلبه سوم، کسی که در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل است. و رجل قلبه معلق فی المساجد، مرد که قلبش معلق به مسجد است. مرد که قلبش معلق به چه؟ به مسجد است. یعنی همین نماز میخواند، باز منتظری نماز دیگر است در مسجد. همین که نماز میخواند ته میرود، کم تر بازی میکرد، حال فریاد نکرده الکی خودش مسجد میاد و اذان میگد و قامت میگد، رکعت نماز پیش است، نماز شام میخواند که سنت است و منتظر میشود. یکی میاد تحیه مسجد میخواند، منتظر میشود. همین نوعی درس بیرون میشود، ته میرود که باز فریاد نکرده خودش میاد. یعنی میگن مردی که قلبش معلق به مسجد است که نماز و مسجد و جماعت بخونه. و رجلان تحابا فی الله، ولی چهارم شخصی که در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل است، و 2 مردی هستند که تحابا فی الله، به خاطر الله عز و جل دوستی کرده هستند. الحب فی الله والبغض فی الله، او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. حب به خاطر الله میشود، بدبینی به خاطر الله میشود. 2 مردی که دوستیشان به خاطر الله است فقط، یعنی میگه که من دوست هستم فقط تنها به خاطر الله. اجتمع علیه و تفرق علیه، به خاطر الله عز و جل جمع شدگی هستند این 2 نفر و به خاطر الله عز و جل و هم جدا میشه. بله. 5 و رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. 5 مردی که و یک زنی با جمال و یک زنی زیبا، یک زنی قدردار و زیبا و با جمال او را طلب میکرد به
کاری زشت، با کاری فحشا، با کاری زنا، فقال اینی اخاف الله، میگه من از الله عز و جل میترسم و این کارا نمیکند، رد میکند، دوری میکند. همین شخص هم در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل است. ششم ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بله، مردی که صدقه میکند اخفى حتى لا تعلم، مردی که صدقه میکند اخفى یعنی پوشیده، تا جای پوشیده خیر و صدقه میکند که دستی چپش نمیدونه که چی چیز انفاق کرده از دستی راستش. هفتم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه، مردی که جوانی که الله عز و جل را ذکر میکند و تنهایی و از چشماش اشک جاری میشود، فقط تنها از ترس الله عز و جل. این همین 7 طایفه هستند که در روز قیامت در زیر سایه الله عز و جل هستند. پس رفیق صالح و دوستی صالح و دوستی خوب اینقدر فایده ها دارد که پس انسان نباید که از دوستی صالح بنیاز باشد، بلکه تلاش بکند دوستی صالح را و رفیق خوب را به دست بیاورد و هر وقتی که اگر یک رفیق خوب به دست آورده کوشش کند که او را از دست ندهد، زیرا از دست دادن رفیق صالح و دوستی خوب در حقیقت یک مصیبت است. بله، در حقیقت یک مصیبت است. امام شافعی رحمه الله میفرماید که اذا كان لك صديق يعينك على الطاعه فشد يديك به، زمانی که میگه برای تو یک رفیق دوستی صالح و خوبی است که ترا بر کار طاعت و کار خوب ترا تشویق میکند و ترا کمک میکند، پس میگه با دستورت میگه اینا خوب نگه بدار. فإن اتخاذ الصديق صعب و مفارقته سهل، زیرا گرفتن یک دوستی صادق و یک دوستی صالح و صادق صعب است، در حقیقت بسیار سخت است و او را از او جدا شدن و او را از دست دادن بسیار آسان است. یک حرف میگویی، یک بد اخلاقی میکنی، از او جدا میشه و از تو جدا میشه، اما یافتن دوستی صادق و دوستی صالح و گرفتن دوستی خوب سخت است، اما جدا شدن از او آسانه. از این خاطر هر وقتی که امام شافعی رحمه الله میگه برای تو یک دوستی است، یک رفیقی است که تو را بر طاعت کمک میکند، او را خوب محکم به دست او را محکم بگیر. الله عز و جل شما را توفیق بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت